سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی و خوب باشه. امروز در خدمتتون هستیم با یک غزل زیبا از دیوان لسان الغیب. نیتاتون رو در سر بگذارانید. بریم برای تفعل به دیوان حضرت حافظ. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. ای گلبن جوان بر دولت بخور که من، در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند کین چنین شدم و آنچنان شدم. آن روز بر دلم در معنا گشوده شد، کز ساکنان درگه پیر مغان شدم. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت، با جام می به کام دل دوستان شدم. از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست. بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم. دوشم نوید داد عنایت که حافظا، بازآ که من به عفو گناهت ضمان شدم. خب دوستان، بریم برای تعبیر عاشقانه این فال. این غزل یک فال عاشقانه بسیار قوی و روشن است. حافظ از عشقی حرف می‌زند که با گذشت زمان نه تنها کمرنگ نشده، بلکه عمیق‌تر و زنده‌تر هم شده است. حافظ میگه هر چقدر خسته و پیر شده باشه، فقط با یاد معشوق دوباره جان میگیره و جوان میشه. این یعنی در دل تو عشقی است که هنوز زنده است و خاموش نشده. اگه در دلتنگی داری، اگه کسی هست که هنوز با یادش قلبت میلرزه، این فال میگه پیوند احساسی بین شما هنوز برقرار هست. حتی اگر فاصله یا قهر یا سردی افتاده باشد، نگاه آن شخص هنوز روی زندگی تو اثر داره و تو را از درون متحول میکنه. در این فال نشانه آشتی، باز شدن دلها و بازگشت محبت دیده میشه. کسی که از او دور شده یا دلخور بوده دوباره میتونه به سمتت برگرده. این رابطه تقدیری است و ساده از زندگی تو کنار نمیره. اگه مجرد هستی، این فال خبر از ورود عشقی میده که حال و هوای دلت رو عوض میکنه و باعث میشه دوباره حس زندگی در تو زنده بشه. کسانی که نیت کاری و مالی داشتند، این غزل نشون میده که تو در مسیر رشد قرار گرفتی. حتی اگه خودت فکر میکنی دیر شده یا فرصتها از دست رفتند، حافظ میگه وقتی خواستم را از خدا خواستم، به بالاتر از چیزی که انتظار داشتم رسیدم. یعنی اگر نیتی در دل داری برای پول، برای کار، معامله، پروژه یا درآمد، نتیجه بهتر از چیزی میشه که تو تصورش رو میکردی. مسیرت سخت بوده، اما حالا در حال وارد شدن به دوره‌ای هستی که ثمره زحماتت رو میبینی. نشونه گشایش مالی، دریافت پول یا خبر خوب کاری در فال دیده میشه. اگه منتظر جواب، قرارداد یا نتیجه کاری هستی، این فال نوید موفقیت به تو میده. همچنین نشون میده که تجربه‌های سخت گذشته تو رو پخته تر کرده و حالا تصمیم‌های عاقلانه تر میگیری. کسانی که نیت آینده داشتند، فال آیندت بسیار روشن است. حافظ از رسیدن به تخت بخت و نشستن در شاهراه دولت حرف میزنه. یعنی آیندت به سمت آرامش، ثبات و رضایت میره. اگه این روزها احساس بلا تکلیفی، سردرگمی یا نگرانی داری، این فال میگه به زودی مسیرت شفافتر میشه
خبری میرسه که دلتو آروم میکنه و امید تازه‌ای در دلت روشن میشه. دوره از سختی ها رو به پایانه. وارد مرحله میشه که حال دلت بهتر میشه، سبکتر زندگی میکنی و احساس امنیت بیشتری میکنی. تعبیر کلی این فال نجات است، فال باز شدن گره هاست، فال بخشش، مهربانی خدا و شروع یک دوره تازه در زندگی. حافظ میگه هر چقدر سختی کشیده باشی در نهایت درهای معنا و خوشبختی به رویت باز شده. یعنی مسیر تو هم هر چقدر پیچیده بوده آخرش به روشنایی میرسه. این فال میگه تو از یک دوره سنگین عبور کرده، دلخستگی کشیده، غم دیده، اما حالا زمان آرام شدن است. در این فال نشانه برگشت امید، آرامش دل، رضایت از زندگی و سبکی روح دیده میشه. اگه نیتی در دل داری، نیتت خیره و راهش باز میشه. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که جواب نیتاتون رو دریافت کرده باشید. اگر از این فال خوشت اومد ویدیو رو لایک کنید و کلمه میپذیرم رو برام کامنت بذارید. به کانال ما سر بزنید، شاید جواب نیتاتون رو اونجا پیدا کردید. من هر روز با یک فال جدید در خدمتتون هستم. تا فالهای بعدی همه شما رو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدارتون.